سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. امروز با خبر لیست شدن یکی از معتبرترین ایردراپ‌های تلگرامی اومدم پیشتون که لقب ناتکوین 2 رو به خودش گرفته و توکنش برای صرافی معتبر CX هست. حالا که قرار بر اینه که این ایردراپ 24 تیر لیست بشه، میخوام بهتون راههایی رو یاد بدم که تو همین 3-4 روز باقی مونده بتونید بالای 30,000 تا سکه رو جمع کنید و این فرصت رو از دست ندین، چون این ایردراپ برعکس بقیه که وقتی داشتن لیست میشدن باید بیخیالشون شد و دیر شده بود، تا آخرین لحظه لیست شدن هم میتونید با چند تا حرکت خفن سودتون رو بگیرین که توی ادامه براتون توضیح میدم. خب یه سری نکات پایه‌ای رو اول میگم برای کسایی که اولین باره که وارد این ایردراپ میشن. اول وارد ربات این ایردراپ میشیم که لینکش رو براتون همین پایین قرار دادم که سریع و راحت بتونید وارد بشید. گزینه استارت رو میزنیم و بات رو لانچ میکنیم. خب وارد صفحه اصلی این ایردراپ شدیم. اینجا شما میتونید به عنوان پاداش اولین باری که وارد شدین 1000 تا CX دریافت کنید که اینجا با همون تپ کردن این کار رو میکنیم و بعد گزینه کلیم و تمام. همونطور که میبینید وقتی 1000 تا سکه دریافت کردیم دوباره 500 تا میده که میتونیم اونا رو هم دریافت کنیم و بعد از اون طبق بازه زمانی که خودش مشخص میکنه 100 تا میتونیم کلیم کنیم. برای اینکه بیشتر از این هم بتونید دریافت کنید میتونید ریفرال بگیرید که این رو تو آخر ویدیو تو بخش ریفرال براتون توضیح میدم. حالا بریم سراغ مطلب اصلی که چون زمان زیاد تا لیست شدن نمونده، ببینیم چطور سکای رایگان بگیریم و بذاریم لیست که شد از همین مقدار هم سود دریافت کنیم. CX یه بخش داره به نام تسک که به شما سکای رایگان میده، ولی باید ببینیم چطور این سکا رو جمع کنیم. اینجا 4 تا مورد هست که یکی توضیحشون میدم. اول اینکه این تسکایی که میبینید همه قابل دریافت هستند و مثلا اگر نوشته توی فیسبوک فلان چیزو شیر کنید، اصلا مهم نیست که فیسبوک ندارین، فقط کافیه روی لینکش برید و وارد سایتش بشید و بعد هم سکتون رو بگیرید. بات هر تسک رو 1-2 دقیقه طول میکشه تا چک کنه و شما میتونید چند تا تسک رو پشت هم انجام بدید و بعد بیاید یکی کلیم کنید. مورد دوم این تسکی است که زده تو کانال تلگرام ما عضو بشید که این تسک به خاطر محدودیت‌های کشورمون ما نمیتونیم به راحتی انجام بدیم و روزها باید صبر کنیم و باز هم میبینید که نتونستید جوین بشید و 3000 تا سکه رو به زیبایی از دست میدید. حالا کاری که من کردم اینه که خودم که جوین شدم براتون اد لیستش رو همین پایین گذاشتم که کافیه روش کلیک کنید، در لحظه جوین کانال بشید و جینگ 3000 تا سکه رو گرفتید. سومین مورد اینه که اولین تسکی که میبینید نیاز به نصب اپ صرافی CX داره که چون کشور ما تحریمه از طرف این صرافی نمیتونیم مثل تسکای خیلی پرسکه رو انجام بدیم، ولی این اولی رو میتونیم. چطوری؟ اینجا اپ رو از گوگل پلی دانلود میکنیم و یه ایمیل میدیم که حواسمون هست چه ایمیلیه، چون مرحله بعدی لازممون میشه. بهمون میگه که ایمیل خودتون رو کانفرم کنید، بعدش برگردید خود ایردراپ و همون ایمیل رو وارد کنید و کدی که براتون میاد رو اینجا بزنید و وریفای کنید و خیلی راحت 10,000 تا سکه رو بگیرید که البته بستگی به خودتون داره که بخواید انجامش بدید یا نه. خب اگر تا اینجای ویدیو خوشتون اومده لطفاً لایک رو بزنید که بریم سراغ آخرین مورد. آخرین مورد تو این بخش، نه آخرین موردی که میخوام براتون بگم، 2 تا تسک آخر خودشونه که 2 تا ایردراپن که اگر جوین بشید سکه هاشون رو دریافت میکنید و خب هر کدوم 2000 تا سکه است که واقعا میارزه. از منوی پایین وارد بخش فارم بشید که همون ماین کردن است که هر 4 ساعت میتونید بیایید و سکه هاتون رو جمع کنید و از 400 خورده تا 700 خورده بهتون سکه میده. اگر از خوابتون بزنید میتونید راحت 6 بار در روز از این بخش استفاده کنید، ولی اگر که به سلامتتون اهمیت میدید که دیگه 5 بار راحت میتونید. آخرین چیزی هم که کلا درباره این ایردراپ میخوام بهتون بگم بخش اسکوات هست که از اینجا میتونید لینک خودتون رو در اختیار بقیه قرار بدید و بخش جذابش اینه که علاوه بر جایزه خودش که همون تپ بخش اول هست که گفتم، میتونید با ریفرال گرفتن و دعوت دوستانتون تپ بیشتری بکنید و جذابترش اینه که 10% از مقدار سکه‌ای که ریفرال های شما جمع میکنن و به شما به عنوان جایزه میده که میتونید از اینجا هر زمان که دلتون خواست کلیمش کنید. اگر میخواهید که آموزش‌های بقیه ایردراپ‌های رایگان رو داشته باشید و مثل این ایردراپ عقب نمونید و زودتر از قبل بتونید ایردراپ‌های معتبر رو تو چنگتون داشته باشید، کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهایی که براتون میذارم جا نمونید و بتونید درآمد دلاری داشته باشید. علاوه بر اون تو کانالمون هم میتونید عضو بشید که تسکا و کمبای روزانه رو هر چی که مربوط به ایناست رو هر روز توش براتون قرار میدیم. دوستتون دارم و تو ویدیوهای بعدی میبینمتون.